جهان انگشترین باشد نگینی، جهان تخت است اگر تو تخشینی، جهان انگشترین باشد نگینی، جهان تخت است اگر تو تخشینی، بی نازم با تو ملکی نازنینی، دیارم جنتی روی زمینی، خدا اگر چی گناه بخش و سخیه Снимай на камеру, иди сюда. Снимай меня. Это тащик. Смотри там. از سال 2007 مرا میونم شکست. از سال 2007 ما 10 بازاری بلنستان جدا کن در 10 کمرشیش کارم به مخونم نمیکنم رامونا میکنم. ما اولادو سویم 4 تا فرزندم. ما 4 تا فرزندم. اینا فرزند سیومم اینا مایو بگیرو یکم خدمت مایو بگیرو یکم اینا حکومت مرا پنسیا کالیه اولکم دی سر آفردی سموش با اینم دی سر آفردی سمون ما روز گلاکم هم میجارم. ما گلاکم بخونه اودا گلاکم ما کن بکن که نبینم گلاکم ما گوش کن نبینم نون سریع نبینم چکر لگره. انم با سومونی ده هفته بگیم کم مردک مایوبم خوب کرد در واقع سومونی خیلی قلاور بود چی بود بیشو سوختم با یک مترس دوختن خیلی روی سوزه خونه چخیله در روی سوزه یک هفته ده هفته خوب کردن بچم هم خنکی زد خودشان خانه هم مش خنکی زد همه با یاراشی در سوزه. ما اولش میخواهیم که در تاجیکستان یک زیست زندگی مردم خوب شود. ما دیده استیم که سال به سال در تاجیکستان مشکلات های عصبای بزبین در مردم آمده است. باز آینده ایرا ما یک بدبختی برای ملت دیده استیم که اگر که همین گونه رفتارها در زمین تاجیکستان رفتار شود و ما به مثل هر یک شهروند تاجیکستان دیده استیم که این مردمی که حاضر در سر حاکمیت هستند اینا بر فایده کیسه خودشان کار کرده هستند. یعنی که از منبر بلند گپ میزنند در مسئله مردم میگن وعده میکنن قسم ها میخورن نه مسئله مردم نمیگن و نه تلویزیون نه رادیو نه بسیاری اخبارات آشکار در مسئله عذاب مردم تا آخر گپ نمیزنن. کوشش میکنن که 70% حکومت تعریف کنن و یخ جهاد مثلا یک تنقیصی مردم گپ میزنن. باز ما میخواهیم که البته که در مسئله تاجیکستان یک حکومتی بیاید که حکومت برای مردم باشه، برای مردم خدمت کنه، درد مردم رو بگوه. در دولت‌های خارج رفته مسئله پرابلم‌های مردمی را حل کنه. اینه که فقط از منبر در مسئله مردم گپ زنه، خودش تعریف کنه و مردم در پس در مانند. و این خاطر شما البته تماشا کرده هستیم در بسیاری برآمدهای ما و بسیاری که در تاجیکستان در مسئله روزنامه چی نمود عذابات در مردم ما این روزا گرفتار شد. مردم ما بگوییم که 70%ش در کنیزی توگوری گرفتگی است. قریب 2 میلیون اهالی ما اینی که گراجدانای تاجیکستان ما در دولت روس است. باز ما بدونیم که هر سال از زمین تاجیکستان ما باید جوانایی که کلان شوند باید بران طرف زمین روس کار کنند. یعنی که این حکومتی که هست این حکومت برای مردم خلق تاجیکستان نیست. این حکومت به مثل یک حکومت ظالم شده در مسئله مردم که به جای دست مردم بگیرد هیچ دستگیری نیست، فقط برای همون وظیفه خودش داشتن.